پلیس در شهر سنت پتربورگ روسیه دو مهاجر جوان 24 ساله را با اتهام حمله به دو دختر در نویه کلینین دستگیر کردند. خود این دو جوان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع منابع خبرگزاری روسی ریگنیوم گویا به جامعه کیم سانو و محمد بابوزاده رنگ غیر یهودی موی سر و پریسینگ یعنی در بینی و لب و دیگر عضوهای بدنشان آویزان کردن خلقه ها خوش آمده است. در همین حال منابع تلگرام کانال ماش یک رسانه نزدیک به مقامات حفظ حقوق روسیه خبر داد که دو دختری که شام 25 سپتامبر سال 2023 در نزد باغ به نام اکادمیک ساخاروف در پتربورگ مورد حمله جوانان تاجیک قرار گرفتند. لسبیانکا یعنی همجنسگرا بودند. ویاچسلاو استپانچنکا سردار خدمات مطبوعات سیاست کارهای داخلی شهر سنت پتربورگ برای یک نیوم قضیه را چنین شرح داده است. شام 25 سپتامبر ساعت 19:26 به پلیس درباره مناقشه بین دو دختر و دو مرد ناشناس در نزد بنای رقم 29 در کوچه زامشن خبر رسید. یکی از این مردم به دختران با کارت تهدید کرده است. در این سراغه ذکر شده پلیس دو مرد 24 ساله زاده یکی از کشورهای خارجی نزدیک را دستگیر کرد. کارت هم مصادره کرده شد. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم یکم ماده 119 کودکس جنایتی روسیه با اتهام تهدید و کشتار پرونده جنایتی گشودند. با دو جوان تاجیک بر اساس این بند قانون همچون جزا از 480 ساعت کارهای اصلاحی تا 6 ماه محبس و یا تا 2 سال کارهای اصلاحی و یا محدود کردن آزادی به مدت تا 2 سال تهدید میکند. محمد بابوزاده و جامی کیمسانوف و یا نزدیکان آنها برای شرح ماجرا هنوز دسترس نیستند. بنا به اطلاع ریگنوم حملگران محمد بابوزاده و جامی کیمسانوف نام داشته از تاجیکستان بودند و بنا به معلومات پلیس یکی از آنها لکه برای ویران کردن قانونهای مهاجرت به جوابگری کشانده شده بوده است.